خب سلام بچه‌ها، خوش اومدین به ویدیو دیگه. خدا جور سلامت باشین. در اول ویدیو براتون بگم لایک شیر کامنت اذیتتون نره. خب بچه‌ها امروز می‌خواستیم پیزا پخته کنیم، گفتم شما رو کت شریک کنم بریم اگه پیزا میزا و چیزا موادایش بگیریم که جور کنیم. یک بچه من بکسک من جیبم بانم، یک بار ببینیم بکسک گم است، پیسه نیست، کارت مارت نیست. بریم یک دقیقه بچه چبلا قار ما بگیریم اینجا نجم رفت. بریم مواد پیزا رو بخریم بریم. دایجم خونه کرده لرزه گرفتیم این دفعه این دقیقه. خب بچه بریم. خب بچه خیلی یک ذره ویدیو را تیز کنیم که تا که برسیم مواد پیزایی پیزا را بگیریم. یک ذره ویدیو تیز باشه بچه. یه هم کوچه ایران است. در پیش جایی که مستم سکه ساختمان های نو ساخته شده، بسیار ساختمان این آمسته بچه براتون معلوم میشه. اینجا هم که ازگاه تاکسی هست، هر کرده پیشتر بیم طرف رفت. اینه بچه اینجا ازگاه تاکسی هست. دارم میباشم که موتر بیایم بباشیم موبایل از یک دکان پرسان کنیم مواد پیزا پنیر پیزا داره یا نه بچه. سلام خوب هستی؟ پنیر پیزا داری؟ نه داره. ببینیم چی رقم است. تو بچه داخل دکان مرا گفت سر خلطه را بگی که سر نکنم، از این خاطر مجبور شدم ویدیو را شاپ کنم براتون. گرفتیم پنیر پیزا را، اینش تقریبا یک چیز کم 1 کیلو شد، یک ذره کم. بریم خانه آماده کنیم برتر ویدیو شما را هم شریک کنیم که ساختن پیزا. براتون بیا که بریم خانه که من دیدم تلویزیون چیزا مانده بود. بامبا میگین چی میگین؟ ساکن بچه در طلو میمانه دیگه. کدو را خورده رئیس کردم یک دفعه دید گفت چی شده یه افتاد کرم سرش افتاد کرم سایکه چی چشمه که میزن بچه کسی که نام از این ایوان هم میفهمه چی ایوان است به ما کامنت کنید بچه. شکسته رزیان نزدیم آیا رزینا شکست میره بچه. ایره بس از کارتونی ماره بس از کردن. بریم طرف مواد پیزا. خب بچه خیلی کامل رو طرف تا بودیم. بریم 3 2 1 نرفتیم رفتیم نه اوی باز نرفتیم. خیلی بریم دیگه بچه بیاییم به ویدیو براتون معرفی کنم در پیزا چی مهم است. اولش دورمه باید داشته باشیم، زیتون داشته باشیم، مواد زیتون ما سعی کنیم زیتون یا بانجان رومی استک بچه. خب بانجان رومی های سرخ اینجا هم ساسج هست. بسیاری کسا میخوایم مثلا گوشت پرته یا سمارق مرغ پرته یا ساسج. ما ساسج گرفتیم اینجا یا هم سمارق است یا هم که جواری. چیزی هم بیایم بچه اینجا هم خمیر است که چیز رو بشم انداختیم براتون تو که هم قصه کنیم هم چیز کنیم گپ بزنیم. در اینجا گوشتش زاویش که از مرغ علال کردگی میای نمیفهمه چی باسی است تازه است چی است. از این خاطر ما نگرفتیم گوشت مرغ نگرفتیم.
نه گوشت از اینجا تبشیر دم حلال میکنه نه مرغ تازه حلال میکنه. این خاطر ما نگرفتیم، ساسج گرفتیم دیگه، گوشت نگرفتیم. گفتیم خدا میدونه باسی باشه تازه باشه، نه فادم خدا چی هست. از این خاطری رو بچه ها پرتیم سر که ذره یک ذره غارغار شد از خاطر گوشت خوبش میه. هرچقدر غارغار شد خوبش میه بچه ها. پیزا ما هرچقدر خمیریش نرمتر و خوبتر باشه اما پیزا خوبش میه و مزه‌دار. خب بچه ها ایره خودش که دول این کار آدم یک ذره باید است. آدم اول باید اساسش پرته بچه ها. خب ما پیشتر گفتم چیز پرتم، گفتم نه دایدم باز آمد گفتم آره آدم باید ساسج پرته یک ذره. ساسج که بچه مثلا شما ما گوشت میخوایم ما دیگه در افغانستان و جای خود ابشیری آدم تازه گوشت بیاره تازه است. مرغم بر دپشوری حلال میکنه. گوم که از وجه در افغانستان خود زود به زود فروخته میشه گوشت گو. یا هم که ساسج پرتیم زیاد هم نندازیم بچه ساسج مزه نمیته باز قضیه چه. باز پشت از او که رومی بندازیم. رومی هم که یک ذره کم پرتیم، یک ذره تیت پرتیم رومی رو. یا ما بچه خیلی یک ویدیو رو تیست دیر کنیم که یا چیز شود ویدیو رو تیست دیرش کنیم که وقت زیاد نگیره، زیاد ویدیو طولانی نبیه. بچه ها که بیاییم بریم در داش. میرم در داش دیر کنیم. داشم که روشن میکنین با داغ باشه که مندازین خوبش بیاد. میرم در داش دیرش کردیم. دروازه‌ش بسته کنیم. بچه ها داغ بود. داغ بود سر که یک صافی بگیرم. این سر از این خمیر سمید خشک نشه. یعنی بچه یک دانه پیزایی که پخته کرده بودیم بسیار خوبش آمده مزه‌دار. در چیزشم براتون مندازم. خدا کنه خوشتون بیاد. خدا آماده کنین بسیار مزه‌دار میاد بچه ها. پیزا آماده کنین بخورین از هر چی که می‌خواستین. از زیر کامنت ها نوشته کنین شما از چی دارین پخته میکنین. بگین شما چی رقم پخته میکنین ما خوینه تو پخته میکنیم. شما ببینیم چی رقم پخته میکنین. این زبانیم بچه یکی دیگه شم پخته شه باز ارزش ایجا براتون ویدیوشو بگیرم بندازم. فعلا نشاپش کنیم بچه. خب بچه ها گفتم در ویدیو دیگه هم گفته بودم گفتم پیزا رو پخته کنیم برای براتون نشون بدم. بیام از پیزی ما ساکن چی خوب مزه رنگ روی خوش برآمده خوبش پخته کنیم ببینیم چی رقم میشه. یک ذره کامera رو نزدیک بریم بچه ها. بریم. خب بچه ها یا هم توته شد ترشون توته کنیم ترش کنیم بچه. یا هم بچه ساکن چی خوب پیزای آمده. دور از دلتان دیگه بخوریم ببینیم چی رقم است مزهش. عالی آمده بچه ها. بسیار پیزای خوبش آمده. پیشنهاد براتون میدم آماده کنیم. لایک شیر کامنت اذیتتون نره. خیلی خداحافظی کنیم. خداحافظ. گود بای.